یادتونم باشه بحث ما زندگی مؤمنانه و منتظرانه است. صفات مؤمنین رو بر اساس روایات تعبیر می‌فرمایند. آقا سلام عرض کردین. چقدر خوشحالم از زیارت. بنده هم به همچنین. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. در خدمتتون هم هستم. خدا حفظتون. خدمت از ماست و خیلی هم خوشحالیم از این بابت. عرض کردم صفات مؤمنین رو داریم یاد میگیریم، از فرمایشات اهل بیت استفاده میکنین. اگه اشتباه نکنم یه حدیثی از امیرالمومنین فرمودید. یکی از نشانه‌های ایمان اینه که در واقع اصل ایمان اینه که باید تسلیم باشه در برابر امر خدا. حالا باز در ادامه چشم ان شاء الله خدا توفیق بده. کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام که همش نوره و اینا بر اساس فطرت ماست. اینها ان شاء الله بتابه روشنمون بکنه، خیلی مشکلات آسون میشه. توی مسیر حق قدم برداشتن شیرینه. لذا تعاریف ما از زندگی اهل بیتی و زندگی منتظرانه زندگی سخت نیست، اتفاقا شیرینه. سخت ترین حالت ها رو برای قاسم ابن الحسن تو جریان کربلا ببینید. پسر برادرم، مرگ در نظر تو چگونه است؟ وجود نازنین ابا عبدالله علیه السلام. احلا من العسل. چجور میشنویم این جمله رو؟ درد شمشیره، میدونه اینا به کسی رحم نمی کنن، چطورم با دیگران برخورد کردن. همه این مسلماته. یعنی چی احلا من العسل؟ شیرین تر میبینم از عسل؟ این تو مسیر امام حسین بودن، تو مسیر الهی بودن، طعم همه چیز رو عوض میکنه. این اونا هم عقل اهل قلوب و اقراق و اینها نبودن قاسم. واقعا میبیند این گونه. اگه میگه شیرین تر از عسل، واقعا شیرین. خیلی خدا کنه ذائقمون طوری باشه که شیرین پسند باشه، بفهمه شیرینی ها رو. بذارید با یه مثال بحث امروز رو شروع بکنم، شاید خود مثالم شیرین باشه. یه وقت دوستان طلبه هایی که از خارج از کشور میان بنده رو دعوت کردن، یه جا براشون صحبت کردم و یه سر نهار شد دیگه. دعوت کردن دوستان هند بودن، بچه‌های هند و کشمیر و پاکستان، حالا جای مختلف. اونجا یه غذایی هم درست کرده بودن. من اومدم یه لقمه از اون غذا خوردم. چشمتون روز بد نبینه، جاتونم خالی نباشه. خب میدونید اهل هند و اینا خیلی تند میخورن. یعنی خیلی که میگم یه چیزی میگم یه چیزی میشنم. اینجا توی همین تهران خودمون یه رستورانی هست، من خبر نداشتم، رفتیم دیگه دیدیم کار انجام شده این، ولی یه چیزی من متوجه شدم انسان با معده‌ش هم مزه غذا رو میچشه، چون همینجوری سوزوند رفت پایین. بعد گفتم که عزیزان این غذا و اینا یه مقدار برای ما فلفل خوب نمیریختیم. گفت آقا نریختیم فلفل اونهاش، اونا به این فلفل میزدن، یعنی تازه به این اضافه میکنن. پرسیدم که غذاهای ایرانی نظرتون چیه؟ اونی که متداوله بین ما میخوریم و اینا. گفت آقا ناراحت نمیشی؟ بهت بر نمیخوره بگم؟ گفتم نه بگو چی مگه میخوای بگی؟ گفتش همه غذاهاتون از دم بی‌مزه است. همه غذاهاتون بی‌مزه است. واقعا اینجوریه؟ قیمه قرمه متداوله بین ما، اینا همش بی‌مزه است. یا نه بابا، یه احساس بکن تو قوای چشایی رو دیگه داغونش کرد. این سلول‌های چشایی زبان فقط با سوختن کیف میکنن. اصلا غیر اینو مزه‌ای تصویر نمیکنی. خدا نکنه. حالا اینجا مثال زدم، تو بحث غذا بود ولی تو بحث معنویت گاهی من از دست میدم. انقدر آلودگی، انقدر تندها به زبون من خورده. نگاه میکنم اینا پیغمبر میفرماید صلوات الله و سلام علیه قرة عینی فی الصلاة، نور چشمم تو نمازه. خدا یعنی چی؟ من چرا پس کیف نمی کنم؟ چقدر سختمه بلند شم صبح. چرا پیغمبر میگه نور چشمم؟ ارحنی یا بلال، راحتمون کن بلال، از آن بگو. موقع زوال ظهر میشه، سرش به آسمون بلند میشه، حالش منقلبه. چرا اینطوریه؟ چرا من فقط برای غذا اینطوریم؟ تو حدیث معراج داره کثیر الفرح عند الطعام، همه خوشحالیش موقع خوردنه. چرا او تو نمازش اونطوریه که من تو غذام اینطوریم؟ ذائقه‌م یه ذره فرق کرده. نه باید فلفل بهش بزنم. یکی از این دوستان میگفت من یه کاغذ سفید کوچیک برداشتم، همین فلفلی که خودمون از هند میاریم، توش میریزم، چسبم میزنم تو جیبمه. یه وقت رستوران‌های شما میریم، هیئت‌های شما میریم، از این بهش میزنم بشه خورد، تازه خوشمزه بشه. یه وقتایی سوختن و اصلا آدم میفهمه. یه عروسی میگیریم، توش هم صله رحم هست، هم اطعام هست، هم خود عروسی گرفتن، هزار جور مستحب توش هست. ولی میگم اون موسیقی حرومه باید توش باشه تا مزه بده. آقا این ذائقه خراب شده، نمیفهمم مزه شد چرا اینا همه بد مزه است. چقدر خوش بود عروسیه، چقدر بی خودی بود. یا همون مسئله‌ایه که ذائقه هم خراب شده. یه احتمال بده اینور یه گیری داری.
یه مسئله‌ای داریم. چقدر خوب بود این مثالتون. انتظار نسبت به حضرت حجت همینه. اونایی که میبینید دلاشون پر میکشه، جمعه که میشه ندبهشو میخونه، عصر جمعه که میشه میبینید دلش امامم نیومد، تو چرا اینطوری هستی؟ افسردگی نگیری یه وقت، مثلا قصه نخوری. این همه زندگی منه و این قصه، همه ادامه حیات من به همین انتظاره. پاکش نکن از ذهنم. تو فرهنگ بیدینی، فرهنگ غربی میگه مرگ رو فراموش کن، اصلا نسبت بهش فکر نکن. اینجا داره میگه بهترین، انفع، نافعترین اذکار، نافعترین مواعظ خود ذکر موت، یاد مرگه که تو رو آدمت میکنه. چقدر داریم اینو یاد کنید. این بحث انتظار حضرت حجتی که زندگی امروز من رو میسازه، جهت میده بهش. میگه اونو نمیدونیم، راجع بهش فکر نکن، تو حال زندگی کن، فعلا همینو اینجوری زندگی کن. عوض میکنن ذائقمونه ها. از این در بخوایم بریم بیرون، به هم دیگه مگه میخوایم دعا میکنیم میگیم خدا حافظ؟ خدا حافظ یعنی چی؟ خدا حافظ تو باشد. دعا میکنیم همدیگه رو. میاد تو فرهنگ غربی میگه نگو خدا حافظ، بگو مواظب خودت باش. مواظب خودت باش، فاعل حفاظت و مواظبت کیه؟ تو مواظب خودت باش. آفرین. دیگه خدا حذف شد. هر جا دیدید خدا حذف میشود، یک شخص اومانیستی، انسان محوری وسطش میاد. این به جای اون، به جای خدا. فرهنگ غربی نیتش همینه. آخه ما فیلم میاریم، میگیم که صحنه‌های مستهجنش هم برداشتیم، بیایید فیلم صحنه مستهجنش این مواظب خودت باشه که دیگه فاعل حفاظت خدا نیست، تو مواظب خودت باش. تا دلتون بخواد از این مصداق‌ها زیاد اصلا دارم فکر میکنم تمام این سالها بعد از انقلاب هی هم زیادتر شده، تمام هم و غمشون همین تغییر ذائقه ماست، ذائقه سازی جدید بر اساس همینه. خود حذف خداست. و انشالله خدا، من یه خدا قوتم به شماها، به همه برنامه سازا بگم، اونایی که یاد خدا رو دارن تقویت میکنن، یاد خدا با این کلمات، با کلمات اهل بیت علیهم السلام. ما داریم که حالا چه تو قرآن چه تو روایات اهل بیت علیهم السلام، از اینا که دور بشید بی ولی نمیمونید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، کفر یعنی پوشاند. میگیم کافر است یعنی حق را پوشانده است. میگیم کفاره گناهان یعنی پوششی بر گناهان. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، بی ولی نمیمونن ها، ولیشون طاغوت قرار میگیره. یخرجونهم من النور الی الظلمات، آره بیرون میارتشون. بی ولی نمونیم. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تو روایات، خود قرآن کریم از جانب خداوند، اینا ولیان، اینا هدی للناسن. اگه بدون روایت موندی، منتظر تاریکی زندگیت باش، منتظر من درآوردی ها، منتظر ولایت شیطنت آمیز شیطون باش که بیاد تو زندگیت. آخه شیطون وحی هم میکنه، باورتون میشه؟ وحی میکنه. آقا وحی یعنی چی؟ وحی که بده حاج آقا نگید این کلمه رو، وحی مقدسه. تو قرآن کریم وحی به 4 معنا اومده. اوحینا با همین ریشه 3 حرف اصلیه وحی. یکیش جریان خدا و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. قرآن کریم جبرائیل هممونم بلدیم. بله. این دیگه وحی مسلم. 2 جریان موسی، مادر حضرت موسی علیه السلام وحی کردیم اونجا، نه اینکه جبرائیل اومد قرآن خوند برای مادر حضرت موسی، به معنی الهام است، به دل نشستن قوی، یقینی که ایجاد میکنه. اونجا هم کلمه وحی داریم. یه جا جریان نحل یعنی زنبور عسل، خدا وحی کرد به نحل، نحل داره. اینجوری نیست که جبرائیل بیاد قرآن برای زنبور بخونه، که اون به معنی هدایت تکوینی و غریزه است، اون جای خودش. یه وحی هم داریم، آیش تو قرآن هست، دوستانم توجه بکنن، آیش تو قرآن هست، اتفاقا یه سرش هم خدا نیست. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. لیوحونه فاعلش کیه؟ ان الشیاطین لیوحونه، شیطونا دارن لیوحونه وحی میکنن. بله که وحی کلمش فاعلش میتونه شیطون باشه. متا هدفشون چیه؟ الی اولیائهم. اول بدون باید سرپرستی شیطونو پذیرفته شده باشه براش، باید کار کرده باشه برای شیطون، باید زبون شیطنت آمیز شده باشه، باید از احکام و اخلاق و اعتقادات دینی دور شده باشه. بعد میشه پیمانکار شیطون، بعد میشه عمل با اکله شیطون. میتونم به جاش حرف بزنه، میتونه به جاش کار بکنه، میتونه وحیش بهش نازل بشه، به همین صراحت آیه که گفتم. هدفشون چیه؟ برای یجادلو کن، برای اینکه جدل کنن با شما، برای اینکه بزن فکری ایجاد بکنه، شبهه ایجاد کنه. دیدید یه وقتایی ما تو خودمون فکر کنیم خدایا این شبههایی که راجع به خدا، قرآن،
پیغمبر، راجع به نظام اسلامی، راجع به دین، دفاع مقدس، هر چیزی که رنگ و بوی دینی یا اسلامی داشته باشه 2000 تا شبهه درست میکنن. خدا اینا از کجا به ذهن اینا آخه میرسه؟ چقدر ذهن باهوشی دارن، جوالی دارن. نه بابا، نص آیه قرآن میگه تقلب میرسونه. میشه زبون آدم زبون شیطون باشه؟ لا لا. کجا داریم روایتش رو؟ نهج البلاغه، نص سری امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یه خطبه‌ای داریم، خطبه حمام با هی 2 چشم نوشته میشه، یا خطبه متقین. میاد طرف سوال میکنه، آدم خوبی هم هست، کان رجلا عابدا، اهل بندگی خداست، میاد سفلی المتقین، آقا به من بگید آدمای با تقوا چه شکلی ان؟ حضرت اول ثقل دارن نمیگن بهش، حتی از اهل قسم میده امیرالمؤمنین علی علیه السلام و 105 صفت از صفات انسان‌های با تقوا رو که انشالله استفاده میکنیم تو مباحثمون، حضرت میفرماید فسائقه، یه فریادی میزنه، از دنیا میرسه، وجودیش دیگه اینقدر جواب نمیده. یه شخص دیگه هم اونجا حضور داره، بلند میشه یه حرف بی‌ادبی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنه. فما بالو که حرف هم نوع گویش سخیفه، هم معنای سخیف و بدی داره که مثلا تو خودت اینها رو نمیدونستی، زبانم لال، یا اثری رو تو نداشت، لغلغه زبانت بود، که حضرت با ویحک جوابشو میده. ویحک یعنی وای به تو که یه همچین حرفی زدی، که نصایح بالغه با اهلش این گونه عمل میکنه. ناصح اگر امیرالمؤمنین باشه، طرفم اهلش باشه، این گونه عمل میکنه. اما جمله آخرش ملاکم بود، الشیطان نفث علی لسانک، نفسه با 3 نقطه مثل نفاسات فی العقد دمیدن. شیطون اینو به زبونت آورد. میشود در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام 2 نفر نشسته باشن، یکی بمیره با یک کلام، یکی بمیره یکی همون کلامو بشنوه، اینجوری بی تربیتی کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا هممون رو حفظ کنه انشاءالله. همینه که دنیا جذاب میشه، قشنگ میشه. اگه فقط یه طرفی بود هیچ. و این پیچیدگی نظام خلقت تو همه حوزه‌هاش نشان از بزرگی خداست، یعنی همون الله اکبر. که من یه چیزی میخوام بریم فاصله بگیریم برگردیم. فرمودین این که مثلا میگن مواظب خودت باش، حذف کردن به جای اینکه میگیم خدا حافظ نکته است و اینا. من یادم افتاد که آخر برنامه‌ها میگم مراقب خودتون باشین، خیلی وقتا میگم مراقب خودتون و خوبی‌هاتون باشین. این در مقابل خدا نیست. نه، منظور من همون مراقبه هست. اتفاقا که هر آدمی باید که تو سیر و سلوک و خودسازی هم سفارش شدیم. این که اشکالی دیگه نه. کلمه‌ای که من گفتم بودم به جای خدا حافظ. به جای خدا حافظ باشه. به جای خدا حافظ، مواظب خودت باش. بله. زود برمیگردیم ان شاء الله. بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرار شد که راجع به این مراقب خودتون باشید و خداحافظ، یا نه مواظب خودتون باشین و خداحافظ هم بفرمایید. عرض بکنیم. خب دیدید بعضی موقع مفهوم توکل تو ذهن بعضی از افراد اشتباه گرفته میشه. سپردن کار به خدا. همه چی با مدیر کاروانه. با مدیر کاروانه گفت آره معروفه که گفت نماز نمیخوند و چی گفتن، چی گفت به من گفتن همه چی با مدیر کاروان، دیگه به من ربطی نداره. ما اعتنای به لوازم و اعتماد به خدا رو میگیم توکل. یه بار دیگه بگین. اعتماد به خدا، ولی اعتنا به لوازم. اعتنا میکنیم بهش ولی اعتماد نمیکنیم. با توکل زانوی اشتر ببنده. اعتنا میکنیم، لوازم رو داریم، باید مواظب خودم باشم. اما حافظ رو میگم فالله خیر حافظا و ارحم الراحمین. فالله خیر حافظ اوست، فاعل حفاظت اوست، ولی من عملمو میکنم. این اشتباه از زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شتر رو ول کرد، اومد بیاد حضرت گفت من که پیغمبرم دارم میبندم. ببین زانو بستن برای شتر مثل دهن بستن برای حیوانات دیگر، به یه جای میشوندن شتر رو، زانوش رو میبستن که نتونه بلند شه و حرکت کنه بره. اون همون مثل نگهداری یک وسیله است. اینجور نگه می‌داشتن. پس من دارم کار خودم می‌کنم، اما نمیگم من حافظ این هستم، خودم رو فاعل نمی‌بینم. خدا حافظ است اما منم تکلیفمو دارم. همون اشتباهی که تو توکل میشه تو خیلی از چیزهای دیگه میشه. من کارو سپردم به خدا. خوب تو حتی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا منو دعا کنید وضع مالیم خوب بشه. حضرت گفت دعات نمی‌کنم. دیگه دعا چی کم میاد دیگه دعا کنی. حضرت گفت نه، چون کار نمی‌کنی. کار باید باشه، حرکت از تو باشه، برکت از جانب خداست. الا ما. این اتفاق میفته. اشتباه گرفتنهای ذهنی. همونی که به حضرت موسی گفتن خودت با خدای خودت برو بجنگ، ما اینجا نشستیم، ما
ما اینجا نشستیم تو برو به جنگ. تصویرشون از اینی میشه. نه، باید امت اسلامی باید همراه امامشون باشن. جنگ هم داره، زخمی شدن هم داره، کشته شدن و شهید شدن هم داره، اما اجرش هم از جانب خدا هست. خدا هم قدرت میدهد، خدا هم قوت میدهد. و ما رمیت از رمیت، منتها این که شما این رمی شما باید باشه. وقتی که شما رم میکنید، خداوند جهتگیری تمام کمک هایی که میکنه، خداوند اینجوریه که ان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غلبه میکند. این با استعانت نسبت به خداست. ما کاری رو که انجام میدهیم اولش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، با استعانت داریم، یعنی کار رو باید انجام بدیم. اینجوری نیست که به یه گوشه‌ای باشه بگه بسم الله الرحمن الرحیم کار انجام شو. بسم الله الرحمن الرحیم کار را انجام میدهم. فاعلیت و حواسمون باشه در طور خدا میبینیم. روایت بخونیم یا فرصت داریم. الهی شکر، الهی الحمدلله رب العالمین. امیر رسول الله صلوات الله و سلام علیه الایمان عفیف عن المحارم عفیف عن المطامع. ایمان رو، زندگی مؤمنان، یکی این که عفت از محارم دارن، حرام ها، عفت، پاکی. حالا محارم آن چیزی که محرم الله، حرام شرعی مسئله است، حد اقلیه. حرام بالاتر، سطح بالاتری داریم. بعضی از وجودات مثل حرام، حلال، خوب، بد، مسلمون بودن، اینا تعاریف مختلفی داره، اندازه داره. من هیچ وقت نمیتونم بگم این دیوار از این دیوارتره. نمیفهمم حاج آقا چی میگی، ولی میتونم بگم بلندتر، سفیدتر، محکمتر. اینا مفاهیمه که تر توش میاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. این نشون میده تقوا یه وجود مشکک اندازه داره. اینجوری نیست با تقوا بی تقوا، نه، با تقوا تر هی درجات بالاتر میره. مثلا من اصبح لم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، کسی که صبح کند روزگار بگذرونه اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه مسلمون نیست. یعنی چی؟ دست خیس بهش بزنم، باید دست آب بکشم، مثلا تو احکام کسانی که اعتقاد دارن، یا تو وقتی مردش تو قبرستون مسلمونا دفنش بکنیم کسی که اهتمام به امور مسلمین نداره رو، یا تو قبرستون دیگه مثلا آتیشش بزنیم. چی کار بکنیم؟ بالاخره احکام اسلام، قرآن میشه در اختیارش قرار داد یا نه؟ میگیم چرا این احکامو نداره؟ پس ما یه اسلام حداقلی داریم. شهادتین، این احکامی که داریم میگیم مال اونجاست. ولی فلیس بمسلم یعنی اون حد خوبی که پیغمبر براش تعیین کرده، من اصلا اینو مسلمون قبولش ندارم. مسلمون فقهی هست ولی مسلمونی که مسلمون باشه نیست. میشه آدم منتظرم نباشه، به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هیچ توجهی هم نداشته باشه، خودش هم مؤمن بداند، مسلمون هم بداند، ولی به اون حدی که اهل بیت میگن اینطوری نیست. مثل عبارتهای زیادی که تو روایات داریم با لیس منا شروع میشه. از ما نیست کسی که نسبت به محارم خودش رو حفظ نکنه، یا حضرات اهل بیت علیهم السلام این گونه میفرمایند. این عبارت روایت هم از اینجاست. عفیف عن المحارم، پاکی از حرما، نذاره لکه‌ای بهش وارد بشه. اولش مسئله اینه که چشمش رو، گوشش رو، ورودی‌ها رو، اون چیزایی که عرضه میشه، ما قبل از خرید هر چیزی اول باید تبلیغ شده باشه برامون. تو فلان فروشگاه که میریم همینجوری دست نمیبریم چشم بسته، اونی که از همه نزدیکتره بردار. نه آقا، میبینیم انتخاب میکنیم. حرام و حلال انتخاب کردنیه. باید از قبل شیطون تو ذهنت کاشته باشه حرام رو، باید بهش فرصت داده باشی. گفت بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. حالا یه مقدار حالت اغراق‌آمیز طبیعیه که توی اشعار ما باشه، یعنی به این معنی از علما و بزرگان ما داره که یه وقت مشرف میشدن حرم امام رضا علیه السلام، آزادشون میگه نقل میکنه، میگه من دیدم آقا خیلی تند قدم ور میدارن و سریع میرن. گفتم آقا از آداب زیارت اینه که شما خودتون میفهمیدید، به ما یاد دادید که با طمأنینه باشه و آرامش باشه، حالا خودتون دارید به این وضعیت میرید. شو فرموده بودن الان اینجا این ویترینا و مغازه ها و اینایی که این اطراف هست یه جوری دل من رو ممکنه یا ذهن من رو با خودش ببره که وقتی میرم تو حرم نیستم. گرفتید دارم چی میگم؟ مثل معلمی که به شاگردش میگه فلانی سر کلاس نیست، یا خب این که داره میبینه، داری مخاطب قرارش میدی، سر کلاس نیستی یعنی حواست تو کلاس نیست. خیلی چیزا حواس ما رو از واقعیت زندگی پرت میکنه، از خدا پرت میکنه. خیلی چیزا این اثر رو داره، میبینمش
چشمم دیگه عفیف نیست، پاک نیست، چشمم ورودی ذهن من شد، مگه میتونم پاکش کنم؟ من یه وقت سر کلاس میرم، بچه‌ها قاعدمون اینه بچه‌ها موبایل و تبلت و این چیزا رو سر کلاس نیارید بچه‌ها که ذهنتون. خب میبینم تا اون لحظه آخری که دارم میرسم به کلاس این باز داره نگاه میکنه چی؟ خیال میکنی وقتی اومدی تو کلاس ذهنت هم مثل اون که درشو بستی یا خاموشش کردی ذهنت هم خاموش شد، تو ذهنت درگیر همونجا. هیچ وقت درک لحظه‌ای اتفاق نمیفته، درک مقدمه میخواد. یه بابی توی استحبابات نماز داریم، انتظار للصلات، بابی که منتظر بشی، مهر نظر الله اکبر شروع کنی بری، چند لحظه فرصت بده به خودت، آروم بشی، چند لحظه فرصت بده. حتی من بعضی موقع می‌نویسم، موقعی که کارهای زیاد داشته باشم، کسایی که خیلی شاکیان بابا من نمیتونم سر نماز حواسمو جمع بکنم که امروز باید ساعت فلان برم اینجا، این دارو هم باید بگیرم، این کارم باید انجام بدم، اینا می‌نویسم. ببین تثبیت شد دیگه، ذهنت نیست. یه ذره 2 دقیقه 3 دقیقه من آروم باشم قبل نماز به هیچ جام بر نمیخوره. ولی بذار آرومش بگم، استحباب داره این مسئله، انتظار رو اذانم اقامم حالا نماز رو شروع میکنم، این خیلی بهتون آرامش میده. اینایی که گروه سرود میخوان داشته باشن، من خودم بچگیام توی گروه سرود بچه‌تر از این که بودیم، آره دیدی قبل اون گروه سرود فوری بعد از شلوغ بازی نمیگن برو رو سن، بچه‌ها بعد از قبل از سن آروم باشید، همه موبایل خاموش باشه، بچه‌ها مثلا چیکار نکنید، فکر به هیچی نکنید، آروم باشید، سر و صدا نباشه، اصلا نمیخواید تمرین کنید سرودتون لحظه. یکی تا قبل کنکور کتاب دستش باشه، باز باشه، شروع کنه مطالعه، این خودش مخربه، استرسشو با خودش میبره. موقع‌های آخر ببینید اساتیدشون میگه اون حالت استراب رو میگه اصلا دیگه الان مطالعه نباشه، چی نباشه، تو آرامش نیاز داری. عفیفون عن المحارم اینه، چشمت وقتی دید سحمون مسموم، توی روایت داره تیر مسمومه، تیر سمی که میزدن قدیما برای حیوانو میخواستن شکار بکنن، نه به معنی سمی که خب تو گردش خونه این حیوان بود نگاه نامحرم بهش این تشبیه شده. اگه این سم بود که تو گردش خونه این حیوان میامد خب گوشتش هم سمی میشد، خودت هم نمیتونستی بخوری. عصاره ای میزدن اینجور که من شنیدم، به این تیر میزدن که باعث میشد این حیوان کرخت بشه، حالت دیگه اراده ای از خودش نداشته باشه، بی‌حس شدن، اینو بهش میزدن. این تو گردش خونش بود. بعد این طرف دنبال این حیوان میرفت، یه جایی میرسید میشست گوش تا گوش سرش هم میبرید، این حیوان هم هیچ کاری نمیتونست بکنه. اون نگاه به نامحرم این اثر رو داره. میگه من که نگاه کردم اثری نداشت که چی شد مگه، حالا زمین به آسمون رسید؟ نه، تو تیرو خوردی، فردا روز گناه بزرگتر، پناه بر خدا. میفهمید چی میگم؟ پیش میاد میگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، تو قبلا تیر مسموم رو خورده بودی، دیگه مقاومت ازت گرفته شده بود، دیگه این عضلات نمیتونست، شیطون رو سینت نشست، گوش تا گوش سرت رو برید و نتونستی مقاومت کنی، چون عفیفون عن المحارم نداشتی. انشاءالله. خیلی استفاده کردم، حظ بردم. اجرتون باز توجه. سلامت باشین انشاءالله. ممنونم از اینکه تا همین لحظه آخر 6 دنگ حواستون به یاد خدا و فرمایشات استاد بود. 162 شماره اتومی سازمان رو فراموش نفرمایید. مراقب خودتون